Hello everyone, Cameron Karami here. On behalf of my family and myself and our team at the Voice of Freedom, I want to wish you the warmest Thanksgiving, and I want to thank you for your partnership. I want to thank you for all that you are doing in partnering with us through your prayers, through your financial support to make everything that we are doing possible. We sure love you. I want to draw your attention to this quick video, a testimony, and some of the work we are doing together. Until next time, have a wonderful Thanksgiving with your family. We got a new life in the light of your love. Called by name to the Savior of all. We got a new song, generations will sing. Oh, 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 oh. We got a new hope, all because of the cross. Saved by the grace you have given to us. We got a new song, all the nations will sing. Oh, 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 oh. من از وقتی که بچه بودم از سن 10 سالم بود 11 سالم بود شروع کردم به نماز خوندن و روزه نمی گرفتم ولی نمازمو می خوندم و همیشه سعی می‌کردم با خدا یه ارتباط برقرار کنم ولی هیچ وقت از اون دعا و پرستشی که می‌کردم اون نتیجه‌ای که می‌خواستم رو نمی‌گرفتم. هیچ وقت احساس خوشحالی نمی‌کردم و حضور خدا رو واقعا احساس نمی‌کردم. همیشه این کمبود رو حس می‌کردم که نیاز دارم با خدا یه رابطه نزدیکتری برقرار کنم. تا اینکه گذشت و سال 2006 بود که خواهرم از یک کنفرانس مسیحی برگشته بود ایران و بهم بشارت داد راجع به مسیح. اول زیاد برام یه جوری بود برام باور کردنی نبود حرفایی که میزد. وقتی به زبان‌ها صحبت میکرد فکر میکردیم که واقعا دیوونه شده، میگفتیم چرا اینجوری رفتار میکنه. تا اینکه بیشتر با همون وقت گذاشت، بیشتر صحبت کرد از مسیح، از انجیل صحبت کرد، بهمون کتاب داد خواست بخونیم. من از وقتی که سن دبیرستان بودم واقعا احساس میکردم که عیسی مسیح رو دوست دارم ولی اون به عنوان یک پیامبر دوست داشتم نه به عنوان خدا. بعد که اینجوری با هم صحبت کردم واقعا احترام میذاشتم به حرفش ولی نمیتونستم باور کنم که مسیح خداونده. تا اینکه بیشتر صحبت کرد، منم انجیل رو مطالعه کردم اینا، من همینجوری ایمان آوردم. با توجه چیزایی که میگفت میخواستم مثلا
نجات پیدا کنم ایمان آوردم، ولی واقعا هنوز قلبمو نداده بودم به مسیح. تا اینکه گذشت و توی کلیسای خانگی شرکت کردیم. یه خواهرم و رسول و چند تا دیگه از بچه‌های ایماندار بودن. اونجا بود که یکی از بچه‌های ایماندار برام دعا کرد. من یه مدتی بود خیلی دلم درد می‌کرد و به کسی نگفته بودم، نمی‌خواستم کسی نگران بشه. اونجا بود که یه دونه از بچه‌های ایماندار گفت که موقع دعا گفت که احساس می‌کنم که تو شکمت دردی داری. منم خیلی تعجب کردم وقتی اینو گفت، چون با هیچ کس در میون نذاشته بودم. اون موقع برام دعا کرد و منم شفامو گرفتم. از اون موقع بود که واقعا احساس کردم که مسیح حضور داره، یعنی خداوند زنده‌ایه که هستش و دوست داشتم اون قدرتی رو که ایماندارا دارن منم داشته باشم تا بتونم به دیگران کمک کنم و بتونم اون چیزی که خودم احساس کردم چشیده بودم اونا رو بچشن. اینجوری بود که قلبمو کامل به مسیح دادم و تصمیم گرفتم که رشد کنم تو این ایمانی که داشتم.